مصطفی جعفری، فروش استان البرز هستم و بعضیا فکر میکنن که کار آهن به فرض مثال مثل کارهای دیگه راحته و میتونن ادامه بدن این کار رو. این کار تو زمینه خودش سخت‌ترین کاریه که پر استرس ترین کار و سرمایه زیاد میخواد. بعضیا میان که تحقیق میکنن میگن آقا ما میخوایم بیایم تو این زمینه فعالیت کنیم. تو این زمینه فعالیت کردن باید یکی از بستگانت، حالا پدر، برادر، فامیل، کسی باشه که چند سال پیشش باشی تا این کار یاد بگیری. میگن آهن فروش خیلیا مثلا اولین فکری که به سرشون میاد فکر کنه که سرمایه‌دار بزرگیه یا چه کاری رو داره انجام میده، ولی اینجوری نیست. به فرض مثال الان مثلا مشتری که میاد اینجا 3000 کیلو میلگرد ببره با کیلو 100 تومن نهایتا 200 تومن. حالا این ماش مثال رو میارم جلو که 3000 کیلو ضرب داره 3000 کیلو میلگرد 20 22 10 12 میفروشی ضرب داره تو این بازار 31600 تومن، مبلغش میشه 94 میلیون و 800 هزار تومن. حالا ما در 94 میلیون و 800 هزار تومن سودمون چقدره؟ 3000 ضرب داره 150 تومن، اونم خوشبینانش میشه 450 هزار تومن. توی یک باری که میخوایی یه 3 تن یعنی یه نیسان بار بفرستی میشه 450 هزار. و به همین دلیل خیلی ها میان اینجا میگن آقا حساب ما شده 120 میلیون 110 میلیون، یه تخفیفی هم برای ما بدید. منظور از تخفیف اونی که اونجور از ما انتظار داره اینه که مبلغ 1 تومن 1500 حداقلش 2 میلیون از ما تخفیف بگیری. نه اینجور نیست. حالا ما خوشبینانه شو میزنیم، این اعداد که شما میبینید تو ماش نصاب در میاد 450 هزار تومن. و الان هم که بازار بهتون گفتم اول و بازم تکرار میکنم اونایی که نشنیدن، بازار آهن فصلیه. بازار آهن بازاری که از برج 1 تا برج 8 نسبتاً صورت براتون میخوره و بار میفرستی برای سازنده، ویلا سازان، انبوه سازان و از برج 9 به بعد آروم آروم دیگه چون کار برای ساختمان سازا، ویلا سازا کم میشه و انشالله بعد از عید دوباره کار ما شروع میشه. به خاطر همین هر چی بوده و آهن فروشایی که هستن تو تهران سرمایه دارن، اینا از قبل تو این کار بودن. الان دیگه اگر کسی بخواد این کار رو شروع کنه به نظر من زیاد جالب نیست تا تو این زمینه نباشه. من بار میبرم برای صاف کارم. سلامت باش. یه صورت خواستم برید توی ویلا برای تهران دشت. خب چه صورتی گفته معماره؟ پروفیل. خب بگو من بنویسم. 4 تا 100%. 100%، 4 شاخه. 10 تا 40%. 40%، 10 شاخه. 15 تا 40%. 40%، 15 شاخه. دیگه چی داری؟ داری؟ 2 تا صرفه. 30%؟ آره. با پایه بدون پایه؟ با پایه بزن. موراش هم بدون. 2 تا میشه 8 عدد مورد. خب الان میبری؟ ولی فردا میام رانده میبرم. میخوای حساب کنم؟ آره دیگه چند قیمتش رو بگونه؟ 43500 سبکار میگن، 43 من سنگینا رو میگن. پس کدوم میخوای؟ سنگین بهتره دیگه. سنگین رو سنگین گرون تموم میشه برات. سنگین وزن بیشتری رو میبری. خوبه دیگه کیفیتش بره بالا بهتره. باش 43 من. خواهی بریم چقدر میشه اینا؟ آره دیگه بزنم ببینیم. 38 کیلو ضرب در 4، 15 کیلو ضرب در 10، حدود 18 کیلو ضرب در 500 کیلو ضرب در 43 تومن.
این شد 21500 تومن. و بیا پیکانبار 700 تومن هم کرایه میخوره تا بیاد اینجا. با بارگیریش میشه حدود 755 تومن. جمعش چقدر شد؟ 22,255,000 تومن حساب شما داریم. کارت میکشی؟ آره کارت میکشم. یا شماره شما بفرستم بزن با گوشی. نه کارت کنیم. کارت کار؟ آره. خب حواله‌ش هم برام بفرست، فردا اگر اینو زدی من برات میفرستم. باش. فاکتورشو بفرستی. فاکتور الان نمیشه. فاکتور بعد از اینکه وزن بشه شما یه 22 تومن بزن، 255 هم حالا بمونه تا وزن در بیاد. باشش خدا برکت ماست. اینا هم هستی پروفیل اینجا هم داریم برای ویلا 100% اونا ببین. اینم چی 100%؟ اینم 20 باید اصلی این کار رو باید با بتونی بزنه، تیرچه بزنه، چون این سازنده است میخواد سریع تمام کنه میاد روی این اجرا میکنه. نگهبانا پر رو هم به راننده میگن که آقا باید خودت خالی کنی. بعد راننده میگه آقا من 300 تومن کرایه گرفتم فقط تا اینجا بیارم، تخلیهش پای خودتون. میبینی یه حالت درگیری هم بیشتر اوقات اونجا میفته. بعد زنگ میزنن به صاحبکار و به فروشنده میگن این باری که آورده 300 تومن گرفته، این به پای کیه خالی کردنش؟ بعد راننده با نگهبان ما درگیر شده. بعد اونجا ما میگیم آقا این فقط کرایه‌شو گرفته، اگر میخوای تخلیه بشه کیلو 200,000 تومن، یعنی مبلغ 160,000 تومن 200,000 اضافه بدید بهش. اگر اونم توافق کرد براتون خالی کنه، توافق نکرد تا سر ملکتون وظیفه‌ش بارتون بیاره. 100% هم میشه. از این برای ویلا کار میشه. از همه شونو از این تصمیم کار میشه برای لایدرم. اینا هم هستی پروفیل اینجا هم داریم برای ویلا 100% اونا ببین. اینم چی 100%؟ اینم 20 نگاه کردیم. آره بار تکمیله خوبه. بار تکمیله. فردا ساعت چند میفرستیم یا؟ فردا 9 صبح بفرست بیاد دیگه. باش. پس من یه شماره شبا برات میفرستم. اونو بزن که انشالله دیگه دیر نشه. من اینو میذارم جزء که تهران داشته جزء اولویاتا گذاشتم که فردا بیاد که برای بعد ضمناً یادت باشه اگر حواله چیزی صورت نگیره بارت نمیاد. پس انشالله 22 تومن من شماره کارت برات میفرستم میزنی شبا. رسیدی که من دیدم فردا صبح انشالله بارت بابانت میفرستم. باش. آقای جعفری الان این ویلا رو امسال نسازیم، سال بعد بسازیم، قیمتا بالا پایین میشه یا؟ این دست ما نیست. ما خودمونم همیشه منتظر میمونیم تا ساعت 11:30 قیمت در بیاد و از همون قیمتی که به ما اعلام میکنن از رو ما میتونیم به مشتری قیمت بدیم و هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه سال آینده چه اتفاقی میفته. احتمال داره بیاد پایین، احتمال داره همینجور ثابت بمونه. اینو هر کی به شما بگه که امسال نخری سال بعد احتمال داره گرونتر بخری، همچین چیزی وجود نداره.